دادگاه شهر نابرژنیچلنی جمهوری تاتارستان روسیه دو زاده تاجیکستان را با جرم در دو جامدان از طریق این شهر انتقال دادن 20 کیلو مواد مخدر گناهکار شناخت و هر کدام آنها را محکوم به 13 سال زندان کرد. این دو زاده تاجیکستان که یکی 44 و دومی 43 سال دارد، ماه مارس سال 2021 در پستگاه طول یک در حال به دست افتادند که در یک ماشین نیسان از شهر مسکو به سوی شهر کراسنویارسک سفر داشتند. کارمندان پلیس در این پستگاه ماشین آنها را منع کرده هنگام کوفت و کوب از داخل سالن ماشین دو جامدان را پیدا کردند که پر از مواد مخدر بود. در عموم از این دو زاده تاجیکستان 20 کیلو مواد مخدر هیروئین مصادره کردند. گفته میشد که آنها این بار در ولایت مسکو در شهرهای ایگوروفسکی از یک شخص نامعلوم برای فروش منبع گرفتند. دادگاه هر دو را بر اساس قسم پنجم ماده 228 کودکس جنایتی روسیه در کوشش فروش مقدار مخصوصا بزرگ مواد مخدر گناهکار شناخت. این بند قانون همچون جزا از 15 تا 20 سال زندان را پیش بینی میکند. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین و افیون و حشیش دنیا 1370 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای آخر با یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است. از بیش از 7000 تاجیکستانی که در محبس‌های روسیه ادای حکم می‌کنند، بنا به حساب‌های غیر رسمی تقریباً 4/1 برای جنایت‌های مربوط به مواد مخدر زندانی شدند.